سلام، مخلص شما، وقت شما بخیر. این دستگاه عرقگیری که گذاشتین برای عرق کشمش هم میشه باش کشید؟ اصلا برای همین بوده. عرق کشمش میگه من کارم عطاریه، هم نعنا و گلاب و این چیزا میگرفتم، هم عرق کشمش. خواستی عرق دارین؟ عرق دارین کشمش لیتری چند میدی؟ 250 میدم، 40%. مطمئنه؟ یعنی اینکه آره نه عزیزم. آره بخوری فرقش میفهمی با عرقای دیگر رو. شما کجایین؟ من چجوری کارش بدم؟ اسلام شهرم. اسلام شهر؟ کجا اسلام شهر؟ مغازه‌ام میان آباده. میان آباد. بعد 6 لیتر میخوام من عرق کشمش خوب. یعنی هستش دارم داداش. دارین؟ شما ببین الکل سنج برات میزنم، 40% تحویلت میدم، برو یه ماه درش باز بذار. اصلا خودتون تولید کننده این؟ بله عزیزم. خب شما عرق کشمش میفروشین. خب چند لیتر میکنید؟ ببین عرق کشمش من شغلم این نیست که عرق کشم، من مغازه دارم. منتها اینم در کنارش مثلا یه وقتی لازم میشه یه دارویی را توی گیاه توی عرق الکل به اصطلاح بخوابونی. آها یعنی عرق ندارین؟ نه آقا نه اینجوری نیست.